تا فکت که جونتو نجات میدن. اگه تو خونه‌تون بوی ماهی بی دلیل میومد به احتمال 90% آتش سوزی الکتریکی رخ داده. فرض میکنیم رفتی خارج و کمک لازم داری ولی شماره تماس اضطراری اون کشور رو بلد نیستی. کافیه با 112 تماس بگیری تا به صورت خودکار به نزدیکترین مرکز کمک رسانی منطقه وصلت کنه. اگه یه گردبادو دیدی و حس کردی تکون نمیخوره، دلیلش اینه که داره به سمتتون میاد. اگه از خواب بیدار شدی و بوی گاز حس کردی، به هیچ عنوان چراغا رو روشن نکن. یه جرقه از روشن کردن کلید برق میتونه کل خونتون رو منفجر کنه. اگه خواستی از یه آسانسور در حال سقوط جون سالم به در ببری، تنها راهش اینه که فقط دراز بکشی کف آسانسور. اگه یهویی موهات رفتن هوا، سرتو تو سینه جمع کن و پناه بگیر، چون قراره یه رعد و برق بهت اصابت کنه. اگه از لبه ایستگاه قطار افتادی رو ریل، خب نیازی نیست زور بزنی بری بالا. یه فضایی درست کردن واسه اینجور مواقع که میتونی بری توش. اگه یه آهو داشت از جاده رد میشد و نتونستی ترمز کنی، بهتره که بهش بزنی تا اینکه به چپ یا راست فرمون بدی. ولی اگه یه گوز شمالی بود، بهتر راهتو کج کنی و در بری، چون که برخورد با یه گوز شمالی مثل برخورد با یه دیوار آجریه. حتی اگه آنتن هم نداشته باشی، میتونی با 911 تماس بگیری. تو مواقع اضطراری گوشیت به نزدیکترین مرکز وصل میشه. اگه دزدیدنت انداختن تو صندوق عقب یه ماشین، سیم چراغ عقب رو قطع کن کاملا تا پلیس بیاد اینا رو نگه داره. بعد از اینکه پلیس اومد نگهشون داشت، با پا بزن به صندوق، پلیس از حضور تو ماشین با خبر میشه.